به منطقه آزاد اینچه‌برون خوش آمدید. منطقه آزاد اینچه‌برون نقطه ورود اقتصاد ما به کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا است. ما در اینجا هستیم امروز تا در شرکت آبویژه پالایش مجتمع تجاری، گردشگری، خدماتی و تیرپارک منطقه آزاد اینچه‌برون رو کلنگ‌زنی بکنیم. با سلام و احترام، مجموعه آبویژه پالایش به عنوان سرمایه گذار و اولین میشه گفتش که طرح این منطقه رو به عنوان سرمایه گذاری در مجموعه تیرپارک پذیرفتیم. کلیه مجموعه تیرپارک از خدمات کامل رفاهی شامل رستوران، ارزم بزرگ شما که مکانه اقامتی، فروشگاه، درمانگاه و امکانات کاملی رو برای رانندگان و مسافرینی که در اینجا میان برای روزهای بازدید حتی در روزهای تعطیل این امکانات رو برایشون فراهم کرده باشیم. ما پیش بینی می‌کنیم یه چیزی حدود 20000 متر مربع فضاهای اداری، تجاری، گردشگری و مجموعه خدمات خودرویی اینجا ساخته خواهد شد. تقریبا نقشه‌های کانسپت اولیه پروژه آماده شده، به تایید منطقه آزاد رسیده و عملیات اجرایی ما رو از امروز آغاز خواهیم کرد. یه جورایی تیرپارک برنامه خوبیه، ولی بخشش منافع عمومی رو سرمایه‌گذار ما داره اینجا تامین میکنه.